بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و آله و صحبه. سوره مریم آیه 60. بسم الله الرحمن الرحیم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. خداوند عزوجل در قرآن کریم سوره مریم آیه 60 می‌فرماید: مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد، پس آنها داخل بهشت می شوند و به هیچ وجه مورد ستم قرار نمی گیرند و از پاداششان کاسته نمی شود. آدمی خطاکار است. جز انسانهای الهی مثل پیامبران، هر انسانی خطا می کند و تن به آلودگی می دهد. توبه راهی است برای بازگشت از خطا، راهی که همیشه باز است و فقط مرگ می تواند این راه را ببندد. به واقع توبه پادزهر گناه است و اگر گناه از انسان جدا شدنی نباشد، توبه نیز نباید هرگز از زندگی او غائب شود. توبه جزء ضروری ترین اعمال دینی است و پیامبر گرامی اسلام فرمودند: به درگاه خدا توبه کنید که من روزی 100 بار به درگاه او توبه می کنم. حقیقت توبه چیزی جز پشیمانی از گناه و امیدواری به فضل و کرم الهی نیست. پس قدم نخست ندامت و پشیمانی از گناه و اقرار به آن است. خدای مهربان در قرآن خود را تواب یعنی توبه پذیر نامیده است تا هیچ معصیتکاری به سوی ناامیدی نرود. لقب تواب برای خدا حکایت از آن دارد که او در توبه پذیری و چشم پوشی از گناه بندگان یگانه است و به قول سعدی شیرازی: همسایه نمی بیند و می خروشد، اما خدا می بیند و می پوشد. معمولاً قرآن کریم پس از آیات عذاب جمله الا الذین تابوا یا جمله الا من تاب را آورده، یعنی بجز کسانی که توبه کردند یا بجز کسانی که به سوی خدا بازگشتند. و با این استثناء می‌خواهد بگوید بنده من، راه اصلاح هرگز بر کسی بسته نیست. از آیات فراوانی که در قرآن کریم در خصوص توبه آمده است میتوان به نکات زیر توجه کرد. توبه واجب است زیرا فرمان خداوند است و قبول توبه واقعی قطعی است زیرا نمیتوان باور کرد که ما به امر خدا توبه حقیقی کنیم ولی او نپذیرد. خداوند هم توبه را میپذیرد و هم کسانی را که بسیار توبه می کنند دوست دارد. توبه باید با عملی نیک و جبران گناهان همراه باشد و توبه رمز رستگاری و نجات انسان است. توبه وسیله تبدیل بدیها به نیکی هاست. توبه سبب نزول باران رحمت، فراوانی رزق با برکت و روزی نیکوست. فرصت توبه تا دروازه مرگ است و در هنگام دیدن آثار مرگ و عذاب پذیرفته نمی شود و کسی که این فرصت را از دست دهد نهایت ظلم و ستم را بر خود روا داشته است، چرا که قرآن ترک توبه را
ظلم و هلاکت دانسته است. توجه داشته باشیم که در ماه رمضان بهترین فرصت برای توبه فراهم می شود و خصوصاً شب قدر که در دهه پایانی این ماه مبارک قرار دارد. یکی از با فضیلت ترین اعمال در این شب توبه به درگاه باری تعالی است. خود را برای توبه حقیقی در آن شب عزیز به تدریج آماده کنیم و این فرصت طلایی را از دست ندهیم. خداوندا ما را در این ماه شریف از توبه کنندگان واقعی قرار ده و با مهر و رحمت بیکران خیش توبه ما را بپذیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.